فلسفه وجود تابلوهای حداکثر سرعت مجاز، این بار به روایت تصاویر. وقتی پشت فرمون هستید احساس میکنید تابلوهای رانندگی خیلی محدود کننده است و پلیس هم زیاد درباره این مسائل گفته. اما این تصاویر دلیل بودن تابلوها رو استدلال میکنه. بیش از 70,000 خودرو در شبانه روز از تونل تولید تردد می‌کنن، ولی متاسفانه تعداد تخلفاتی که ما داریم در روز 400 تخلف صورت میگیره. یکی از پارامترهای مهمی که ما شاهدش هستیم عبور کامیون و عبور موتورسیکلت هست. هیچ موقع در سرعت 60 کیلومتر این شدت تصادف شما مشاهده نمی‌کنید. خب تصاویر دیدید. پس چرا بیایم اینطوری رانندگی کنیم به صورت مارپیچ بریم، سرعت زیاد بریم، هم به خودمون صدمه بزنیم، هم به دیگران صدمه بزنیم، هم باعث ترافیک در شهر تهران بشه.